فیلسوف صاحب گرامی، یک چند نفر دیگه پیدا شده در افغانستان. شکر که پیدا شده، شکر کل افغانستان فیلسوف شد. افتخار میکنم من فیلسوف نیستم، من صدیق افغان هستم. من فیلسوف صدیق افغان هستم. محمد صدیق افغان، مکمل محمد صدیق افغان. محمد به خاطر مسلمان هستم، افتخار میکنم. سرنام محمد شروع میشه، صدیقش تاریخ ثابت میشه کار برای ملت مصادق هستم. یعنی افغانیت هم ثابت میشه که آیا ما افغان هستم. اسلامیت من خداوند از قلب میفهمه که ظاهرا بسیاری مردم خدا مسلمان میگه. یکیش پروردگار جلاله شونه که مسلمانیت من قلب من میفهمه. صدیق بودن من تاریخ ثابت میشه. افغان بودن من ببینن که آیا ما افغان هستم یا نیستم. پس ما میخوایم که برای مردم دنیا بگویم من هیچ چیزی نیستم، اولادتان هستم. من صفر هستم. دوستای من مثلا 7 هستند. وقتی صفر با 7 نزدیک میشه، دوست آدم 70 جور میشه. اگر دوست آدم با دشمن تبدیل شود، 0 ضرب 7 شود، او را هم صفر میسازه. که من برای امریکایی ها گفته بودم شما چند که ما 7 گفتم اگر کلمات خودت ضرب کنی صفر میشی. پس من صفر هستم، هیچ چیزی نیستم. 100 سال پیش نبودم، 100 سال بعد نیستم. من چی کاره؟ اما کاره پروردگار جل علا شانه اوست. من یک بیسواد هستم، من هنوز طفل هستم، می آموزم. سواد ما مأخذش که از کجا گپ میزنم و قرآن کریم است که به اساس ارقام و اعداد قرآن کریم تمام سیستم کائنات ارائه میکنم که یک بر هزارم سه یا یک بر میلیونم سه یک عدد تغییر دهش نیست. که او را برادرها هموطنهای ما در مدت یعنی در حدود نیم قرن خصوصا در 20 سال اخیر از تلویزیون ها دیدن که ما درسای اجاز و اعداد قرآن کریم تشریح میکردم. که تشکر میکنم از علمای کرامم، تشکر میکنم از مردم معظمم که همیشه پشتیبانی کردن. با تمام کمکاسی که ما داشتم همیشه مردم در کنار بوده. مثلا انجینر صاحبا، امال انجینر صاحبا نه در کنارم از دکتر صاحب در کنارم از نمیشوی آمدن، هیچ کدام بدون که سخن همیشه میان. در حالی که ما از بستر مریضی خود آمدیم به خاطر دفاع از عقیده خود، دفاع از دین خود و دیگر رو نمیگم، چون در هر قریه یک نفر در حالت اعتکاف میشینه از گردن دیگرها خلاص میشه. ما شدیم به خاطر دفاع از ناموس کبیرم که عبارت از دینم است. تشکر میکنم شاهزاده که دیشبی خبر ما را گرفتیم و میخوایم که براتون بگویم مصاحبه امروز نکنین مریض هستم دیگه. چقدر همیشه گرفتیم خدا بسیار مردم ها میخوایم مرا ببینن، چون همه انرژی داشته باشم که تا بتونم کمی تحسن خدا بتونم که با وجه احسن به اکمال برسونم تا بتونم به یک نتیجه برسونم. تشکر میکنم از شما، از هموطنان عزیزم، از کسانی که به حق ما دعا میکنه که به خیر من کامیاب شم. تشکر، سلامت باشید. خداحافظ.